دوستان سلام، سپید منصوری هستم، مدرس طراحی لباس. خوش اومدید به 9مین جلسه از دوره رایگان 0 تا 100 الگوسازی دامن. در این جلسه قرار تبدیل دامن راسته به دامن فون و انواع مدل سازی دامن‌های شب رو با هم یاد بگیریم. موضوعی که هر جلسه میخوام بگم ولی فراموش میکردم این که شیب خط کمر یعنی خط آیدی برای الگوی جلو و خط آی پریم ان برای الگوی پشت شیب کمتری داره. من شیب رو زیاد کشیدم که دیده بشه. خب برای تبدیل دامن راسته به دامن فون به الگوی اصلی دامن راسته نیاز داریم. کاری که باید انجام بدیم اینه که از انتهای پنس یک خط صاف میکشیم تا پایین دامن که میشه خط نارنجی رنگمون. خط رو از پایین دامن تا سر پنس برش میزنیم و پنس رو میبندیم. بیشترین مقدار فون شدن زمانی اتفاق میفته که پنس رو کامل ببندیم. بعد از بستن پنس تریم خط کمر رو فراموش نکنید. اگه خواستین مقدار کمتری فون داشته باشید میتونید 1/2 پنس رو ببندین و بقیه پنس بمونه. و اگه بخوایم فون بیشتری داشته باشیم از خط SS میتونیم به اندازه 1/2 آ یا آ به اضافه 1/2 آ اضافه کنیم و به خط باسن یا خط کمر و یا حتی خط طراحی صفر کنیم. خط باسن و خط کمر مشخصه ولی خط طراحی نه. اندازه خط طراحی رو از کجا بفهمیم؟ خط طراحی 37 یا 38 سانتی متر پایین‌تر از خط کمر برای افراد بالای قد 168 سانتی متر و خط طراحی 33 یا 34 سانتی متر پایین‌تر از خط کمر برای افراد زیر قد 168 سانتی متر خط طراحی به حساب میاد. برای قسمت CB 1.5 تا 3.5 سانتی متر میتونیم عوض‌مان بدیم و به خط باسن یا خط طراحی صفر کنیم. برای دامن فون اگه قد دامن کوتاه میتونین از راسته پارچه استفاده کنین ولی اگه دامن بلنده باید از اریب پارچه استفاده کنین. تا اینجا تبدیل الگوی دامن راسته به دامن فون رو یاد گرفتیم. حالا اگه خواستیم فون شدن از خط باسن باشه باید چیکار کنیم؟ کاری که باید انجام بدیم اینه که از انتهای پنس یک خط تا پایین دامن میکشیم و بعد یک خط از سر پنس تا خط باسن میکشیم که میشه پنس جدیدمون. خط نارنجی رنگ رو از پایین دامن تا سر خط باسن برش میزنیم و پنس جدید رو میبندیم. خب سوالی که پیش میاد اینه که الان مقدار بیشتری پنس گرفته شده. دامن تنگ نمیشه؟ چون از اریب پارچه برش میخوره و اریب پارچه کش داره و مقدار پنس خیلی بیشتر نشده مشکلی پیش نمیاد. و در مرحله بعد اگه خواستیم فون بیشتر یا کمتری داشته باشیم مراحل قبلی اول جلسه رو تکرار میکنیم. بریم سراغ فون شدن از خط طراحی. فون شدن با توجه به خط طراحی باعث میشه مدل‌های بیشتری رو بتونیم طراحی کنیم. در اصل از این روش برای تهیه دامن شب و عروس استفاده میشه. به جز مدل‌هایی که احتیاج به مولاژ دارن. دامن اول شروع فون شدن از خط طراحی. بسته به مقداری که می‌خوایم عوض‌مان بدیم چند تا خط می‌کشیم. اول خط افقی رو برش می‌زنیم و بعد خط‌های عمودی که کشیدیم رو برش می‌زنیم. بعد از برش عوض‌مان میدیم. خط افقی که اول برش خورده نهایتاً به اندازه 2.5 سانتی متر میتونه باز بشه. هر چقدر که خط افقیمون بعد از عوض‌مان دادن باز شد 1/2 از خط کمر باید کات کنیم. فون شدن رو شما میتونین پایین‌تر از خط طراحی انجام بدید و یا حتی بالاتر از خط طراحی برای دامن‌های کوتاه یا بلند و یا حتی دنباله دار. حالا اگه دامنمون دنباله داشت باید چی کار کنیم؟ اول دنباله دامن رو میکشیم و بعد خطوط عمودی و بعد عوض‌مان. حالا اگه خواستیم قبل از فون شدن بالای دامن جذب تر باشه باید چی کار کنیم؟ از خط طراحی از سمت پهلو یعنی خط SSمون داخل میریم. اینجوری قسمت بالای دامن تا سر فون شدن تنگ میشه. برای آخرین مدل سازی این جلسه هم بریم ببینیم که اگه بخوایم پیلی داشته باشیم باید چی کار کنیم. خط افقی رو کاملا قیچی میکنیم و بعد میریم سراغ خطوط عمودی. خطوط عمودی رو هم قیچی میکنیم و بین هر پنل پیلی اضافه میکنیم. برای مثال اگه پنل پیلیمون 8 سانتی متر، قسمت بالای پنل پیلی 8 سانتی متر و قسمت پایین به اضافه 1.5 سانتی متر یعنی 9.5 سانتی متر قسمت پایین پیلیمون میشه. برای دوخت پنل های نارنجی رنگ رو روی پنل های آبی رنگ قرار میدیم. درس‌های پنل‌های نارنجی رنگ و آبی رنگ که روی هم قرار گرفتن رو هم از سمت چپ و هم از سمت راست دوخته میشن و همینطور قسمت بالای پنل‌ها. بعد از وصل پنل‌های فون شده به هم، پنل فون شده و پنل دامن رو به هم وصل می‌کنیم.